قبل از اینکه پلی بدی یه سوال. اگه شبا تنها جایی بری که سالها کسی جرأت نکرده پا بذاره، میتونی تا صبح طاقت بیاری. این داستان واقعی فقط یه داستان ترسناک نیست، یه امتحان روانیه. از اون لحظه‌ای که در خونه با قفل میشه همه چی عوض میشه. صدایی میشنری که نمیدونی خیاله یا واقعیت. سایه هایی میبینی که معلوم نیست زندن یا اصلا از این دنیا نیستن. تا آخر این ویدیو بمون، چون آخرش میفهمی چیزی که میلاد دید فقط یه ترس ساده نبود. راستش اون 1-2 هفته آخر ترم یه جوری بود که اسم میکردم تمرکزم کامل از بین رفته. خوابگاه دانشگاه شیراز شلوغ بود، یا همه داشتن جزوه میخوندن یا با صدای بلند بحث میکردن یا موزیک میذاشتن. منم مونده بودم که چطوری این واحد لعنتی رو پاس کنم. فکر امتحانا حسابی ذهنمو درگیر کرده بود. یه روز عصر یکی از بچهای خوابگاه به اسم نوید که خودشم بچه شیراز بود بهم گفت میلاد، میخوام بهت یه راه حل بدم. اگه واقعا میخوای تنها باشی و با تمرکز درس بخونی، بیا برو خونه باغ ما. با تعجب گفتم خونه باغ؟ نوید گفت یه جای خوشاب و هواست بین فیروزآباد و جاده سپیدان. الان سالهاست که اونجا کسی زندگی نمیکنه. ما تو اون منطقه هرچی ملک داشتیم و فروختیم و فقط اون باغ مونده. فعلا هم کسی سمتش نمیره. یعنی یه چند وقتی خودمونم نرفتیم اونجا. حرفاش یه جوری بود که مو به تنم سیخ شد، ولی خودش خونسرد ادامه داد میتونه یه جای خوب و ساکت برای درس خوندن باشه. اولش یکم شک کردم. گفتم حالا اگه کسی اومد چی؟ نوید با خنده‌ای که نمیدونم چرا سرد به دلم نشست گفت نه بابا، اصلا کسی اون اطراف نیست که بیاد. بعدش هم نهایتا اگه کسی بخواد بیاد باغ، قبل از تو من با خبر میشم و بهت میگم. نگران نباش، کلید خونش هم هنوز دستمه. تو فقط میری 1-2 هفته اونجا میمونی و بعدش هم بر میگردی. از شیرازم زیاد دور نیست، با یه تاکسی نیم ساعته میرسی. کمی با خودم کلنجار رفتم. آخر سر گفتم خب امتحان مهمه، با خوابگاه و شلوغیشم که نمیتونم درس بخونم. پس تصمیم گرفتم برم خونه باغ. نوید اینا روز حرکت کولمو پر کردم از خوراکی و جزوه. لباسمو جمع کردم و از دانشگاه زدم بیرون. با یه پیکان خسته از شیراز تا جاده‌ای که نوید گفته بود رفتم. بعدش با کلی آدرس و پرسجو خودمو رسوندم به اون خونه باغ. اونجا یه ساختمون آجری وسط یه حیاط بزرگ بود. از همون دم در معلوم بود باغ با صفاست. کلیدو انداختم و رفتم داخل. در قفل کردم. میخواستم اگه یکی از آشناهای نوید اومد وقت داشته باشم خودمو جمع جور کنم. یه راه باریک و خاکی منو میبرد به سمت ساختمون. دور تا دورش درختای انار و انجیر بود و یه درخت توت خشک شده که عجیبتر از بقیه به نظر میرسید. وقتی وارد ساختمون شدم بوی کهنگی و نم زد توی دماغم. یه سالن بزرگ داشت و 2 اتاق خواب با درای چوبی. توی یکی از اتاقای تخت بود و یه پتوی قدیمی. تصمیم گرفتم همونجا مستقر بشم. کمی تمیزکاری کردم و ولو شدم روی تخت. بعد از اون حجم شلوغی و سر و صدای خوابگاه، سکوت اون خونه عجیب آرومم میکرد. کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد. وقتی بیدار شدم هوا تاریک شده بود. اما چیزی که عجیب بود، خونه کاملا روشن بود. همه چراغا روشن بودن، در حالی که یادم نمیاد کلیدی زده باشم. قلبم یه لحظه تند زد. پیش خودم گفتم شاید لحظه ورود خودم روشن کردم و یادم نیست. رفتم بیرون توی حیاط، دستی به آب زدم و راه افتادم سمت سرویس بهداشتی قدیمی ته حیاط. از زیر درخت توت خشک شده که رد می شدم یهو صدایی از بالای سرم شنیدم.
انگار کسی روی دیوار راه میرفت. با وحشت سرمو بالا گرفتم، اما چیزی نبود. فقط سایه شاخه ها روی دیوار میلرزید. دلم ریخت پایین. با خودم گفتم شاید پرنده‌ای چیزی بوده. ولی توی سرویس که بودم صدایی شبیه کشیدن ناخن روی چوب. سریع کارمو کردم و برگشتم. همین که خواستم وارد اتاق شم صدایی به گوشم خورد. صدای خفیف مثل کشیدن چیزی روی زمین. خشکم زد. وایسادم و گوشامو تیز کردم. صدا دوباره تکرار شد. هنوز تو شوک اون اتفاق بودم که از گوشه چشمم دیدم پشت یکی از پنجره‌های خونه یه چیزی وایساده. سریع چرخیدم سمت پنجره. یه موجود سیاه رنگ و لاغر وایساده بود پشت شیشه. سرش خمیده بود، انگار شبیه سر بز، ولی صورتش دراز و کشیده. فقط یه لحظه دیدمش. خشکم زد. به پنجره خیره شده بودم و از ترس حتی پلک نمی زدم. قلبم داشت از قفسه سینم بیرون می زد. حس تهوع گرفتم. اون لحظه انقدر ترسیده بودم که تا چند دقیقه جرأت تکون خوردن نداشتم. فقط زل زده بودم به پنجره خالی. انگار منتظر بودم دوباره ظاهر بشه. کمی که گذشت حالم بهتر شد. بلند شدم و با دستای لرزون وسایلم رو جمع کردم. اصلا نمیدونستم چی برمیدارم. فقط میخواستم برم. با خودم گفتم گور بابای امتحان، الان جونم مهمتره. اگه امشب اینجا بمونم دیگه عقلمم از دست میدم. با نور کم چراغا تو حیاط حرکت کردم سمت در کوچه که یهو یه صدای خنده بلند پشت سرم پیچید. خنده واضح و پر از تمسخر. انگار یکی داشت با دل و جون منو مسخره میکرد. از ترس پریدم بالا. برگشتم و دیدم نوید پشت سرم وایساده و میخنده. با ناباوری گفتم تو کی اومدی؟ نوید با خونسردی گفت قبل از این که تو بیای اینجا بودم. خشکم زده بود. فقط نگاش میکردم. برگشتیم تو. نوید نشست یه گوشه، ولی من هنوز تو شوک بودم. اون با بیخیالی گفت میخوای چیکار کنی؟ گفتم میخوام درس بخونم اگه بذاری، بعد از این همه مزاحمت. نوید گفت باشه بابا، منم خستم، میرم بخوابم. و رفت تو همون اتاقی که من اول تمیزش کرده بودم. داشتم تلاش میکردم تمرکز کنم که از گوشه چشمم دیدم یه سایه از پشت پنجره با سرعت رد شد. توجه نکردم. با خودم گفتم الان تنها نیستم، نوید اینجاست. اما اون حس لعنتی هنوز تو جونم بود. چند لحظه بعد حس کردم کسی داره نگام میکنه. سرمو بلند کردم و دوباره همون موجود پشت پنجره بود. این بار خیلی واضح تر. از ترس دهنم خوش شده بود. میخواستم نویدو صدا بزنم اما صدام در نمی اومد. با وحشت دویدم سمت اتاق. در رو باز کردم، چراغ رو روشن کردم، اما اتاق خالی بود. نوید اونجا نبود. بدتر این که اون اتاق اصلاً پنجره نداشت که بگم از پنجره رفته بیرون. با خودم گفتم نوید چطوری از اینجا رفته بیرون که من نفهمیدم؟ اونم در این اتاق که جیر جیر میکنه و صدای باز و بستنش همه جا میپیچه. وایساده بودم، سردرگم و وحشت زده. میدویدم. وسط راه توی تاریکی بین درختای کوچه یهو از دور نوری به چشمم خورد. نور چراغ‌های یه ماشین. وقتی نزدیک شد و ترمز زد، صدای نویدو شنیدم.
با وحشت دویدم سمتش. در رو باز کردم و پریدم داخل. بدنم خیس عرق بود. نوید با یه نگاه عجیب زل زد بهم و گفت میلاد تو حالت خوبه؟ با عصبانیت و صدای لرزون گفتم معلومه خوب نیستم. امروز چته؟ تو کجا رفتی؟ اصلا معلومه داری چی کار میکنی؟ اون از غروب که نذاشتی یه خط درس بخونم، بعدش هم گفتی میری بخوابی، ولی وقتی اومدم سراغت تو اتاق نبودی. میشه بگی تو اون خونه چه خبره؟ نوید یه لحظه سکوت کرد، فقط نگاه هم میکرد. بعد با صدای گرفته‌ای گفت میلاد. نفهمیدم چی گفتم، فقط خشکم زده بود. با ناباوری پرسیدم چی؟ یعنی چی نیومدی؟ نوید بسم اللهی گفت و سرشو تکون داد. بعد با صدای پایین ادامه داد وقتی بهت کلید دادم خانواده‌ام خبر نداشتن، اما وقتی پدرم فهمید قاطی کرد. گفت نباید بدون اجازه اون کسی رو میفرستادم اونجا. با تعجب گفتم چرا؟ مگه چه اشکالی داره؟ نوید نفس عمیقی کشید. یادت چند ماه پیش مادرم مریض شد؟ تو از خودت نپرسیدی چرا ما خیلی وقت نرفتیم اونجا؟ آخرین باری که رفته بودیم مادرم مریض شد. شیخی که مادرتو پیشش برده بودم گفت کسی که با همون دشمنی داشته توی اون باغ کلی طلسم گذاشته، یه جورایی پای اونا رو به اون باغ باز کرده. عرق سرد نشست رو پیشونیم. پرسیدم خب تو چرا کاری نکردی؟ نوید گفت از همون شیخ خواستم بیاد باغو ببینه بلکه بتونه کاری کنه، اما وقتی اومد به 10 دقیقه نکشید حالش خراب شد. گفت این کار من نیست و فرار کرد. از اون موقع دیگه هیچ کس جرأت نکرد بیاد. نه خودمون رفتیم نه به کسی کلید دادم. بعد به من نگاه کرد. من تازه امروز وقتی پدرم همه چیو گفت بهت زنگ زدم ولی جواب نمیدادی، واسه همین خودم رو رسوندم اینجا. حرفاشو که شنیدم فقط زل زده بودم بهش. ضربان قلبم سرسام گرفته بود. با صدای لرزون پرسیدم پس اونی که من دیدم کی بود؟ نوید گفت نمیدونم، ولی به خدا قسم من از چیزی خبر نداشتم. تا فهمیدم بارها بهت زنگ زدم، وقتی جواب نمیدادی راه افتادم بیام. تو مسیر بازم زنگ زدم تا بالاخره جواب دادی. من دیگه چیزی نگفتم. تو راه برگشت به شیراز فقط به بیرون زل زده بودم، هیچ حرفی نزدم. اما اون چهره وحشتناک مدام جلوی چشمم بود. خلاصه اون شب با نوید برگشتم خوابگاه. بعدش دیگه اتفاقی برام نیفتاد، اما چند روزی حالم بد بود. فکرم درگیر اون شب لعنتی بود و همون چیزی که ازش میترسیدم اتفاق افتاد. امتحانو خراب کردم.